سال گذشته در امریکا بودیم. الحمدلله سر لباس ما خیلی بداخی. از همین سر لباس مسلمان نمیشناسنش. اگر به شرط شیم کستون نپوشه و گلستون نبنده میشناسنش که مسلمان است. اگه ما اون مردم نمیشناسیم متاسفانه مردم محلی انوخی اکثریت زنگی ها هست. در کوچه های نیویورک میریم کسی میگذره هر مسلمان خواه مرد باشه و خواه زن السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قسم به خدا دلت آب میخوره. نمازی جمعه را در مسجد جامع خواندیم. یک راه بلد افغان داشتیم. گفت فلان محله میریم همجا طعام حلال به دست نه که پیشکی خبرتون میکنم. گفت اونجا اوباشاش زیاده ای. هم کوچه اوباشا بود است جای بی ادبا. زنگی بچه ها هم گفت بسپریزار نیک ای صاحب رنگ هم اوباشی میکنن دزدی میکنن. ما گفتیم چی داریم ما خیلی اوباش میترسیم میریم. اومدیم یک گروه نشان داد گفت همه را میبینه پاشو در رول کنکی دارن بازی کردیست یا نکرد. گفتم ما میاین کیست هم میزنن قبل میرون ای قفاش سرکه بگرد با ببینن اگر بسیاری بد اصرار میکنی در یک گوشه با مردنی بارد میبندن. کینوی بنزه دیدگی هسته من همون بنزه در همونجا سنیمت کردم دیم. یک فرانسوز لبلیچ میکنن که میکپن زنگی و تای ترسیک میکنن سرش میتن. راستی اومدیم در کوچه اکه ما را تحضیر دادسته کم کم در دل مخوف فقدر اومد. دستامو در هم کسای پولدار مونای که نبی هم قبل زنم ناخوست دیدن یک 4-5 نفرش سراسیمه طرفی ما اومدن همون کنکی ها شوقتی پیش اومدن گفتن مسلم. گفته مسلم الحمدلله. گفتن ما هم مسلمیم. اوکی میگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیچاره اون حیران شد. گفت من 27 سال در نیویورک زندگی کردم نه فهمیدم یا مسلمان بگیانه یا سلام میدادیم. ای ترس یا رو به این کوچه ما نمیگذشته. من گفتم تو شکل صورتت ای یهودی هیچ تفاوت نداره. نه شکل صورت اسلامی بگی الحمدلله اینا برادرای خدمت بگیم. فهمی که جای یک مسلمان های او باشش میگوی بدبخته. بردن همه آشخانه را نشان مدادن. ببینه ای چی افتخار های همه همی به شرافت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که یک عالمی را متحد کرد. یک عالمی را متحد کرد. در روی دنیا 1.5 میلیارد مسلمان زندگی میکنند. نژادهای گوناگون، زبانهای گوناگون، عرف عادتهای گوناگون، اما همه خدا پرست، همه یکتا پرست، همه یک کتاب دارند، همه الحمدلله و المنت امت یک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستند و انشاءالله نجات بنی بشر در اسلام است. پرگویی هم شود در یک شهر دلس کلیسا بردن. در کلیسا در اومدیم بعد همون پاپی کلیسا در برای مردمش گپ زده گفت ما یک پرابلم ایوازدین داریم. سال تا سال جوانو کم شدستیم در کلیسا نمی آیند. همین فقط پیران سالان می آیند. کمپیرکای پوچله و موسفیدای اسبا افتادگی. شما هم گفتم که پرابلم داره. گفتیم نه ما نداریم الحمدلله. گفتن سببش در چیست؟ میپرسم. من گفتم که این جوانا الحمدلله تازه هم دیلاشو صاف و به آلایشه. اینا آفتاب درخشان اسلام ماندگی ای پشت چراغای پیلتگی دود کردگی شما نمیروند. آقا گفت آقای نظرف شاید امی را ترجمه نکنم معیوس میشوه این مرد شاید خفه شوه. با گفتم تو کاردار نشه تا ترجمه کن حقیقت چرا خفه شوه. اگه نمیدونه اون بدبخت ترجمه پراش کرد نکرد چی گفت. اما حقیقت حال همیه الحمدلله. جوانا هیچ وقت آفتاب درخشان اسلام موندگی از طفای او چراغای دود کردگی نمیروند. حقیقتا او چراغای دود کردن. گیاته یک شاعر بسیار معروفی نمیسای همه در مکتب و فکر خونده اینش. اما افسوس ما نمیدونیم که گیاته یک داستان داره با نام نغمه محمد صلی الله علیه و سلم. شنیده؟ اکثریت نمیدونم. ببینید
یک زمان دوره سویتی بود، دوره مبارزه بر ضد دین بود، هیچ چیزا را تعلیم نمیدادن. لیکن امروز الحمدلله اخیم اوزادیم. حیران میشم که تا به حال در کتاب‌های درسی ما همون سفسطه‌های دوره سویتی هست. آدم میمون پیدا شده، سر چارلز داروین خونش بسوزه که همه قانون تنویع نوعیت اختراع کرده است. دیگر تو حاضی همون سفسطه‌ها را نپرتوفتیان، حالی هم پخته جان پخته میخونه. آخه همون گیاه تیره نوشته، همون نظم‌هایی که داره در وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم، در وصف اسلام، همونا را چاپ کنه چی زور تو میآید؟ علامه اقبال لاهوری همه همی را ترجمه کرده است. کار علمی شمی شعرهای گیاه تیره است، بیچاره به زبان بهترین زبان فارسی نابقتی ترجمهش کرده است. شما بگیرید در کتاب چاپش کنید، همین جوانا بخونن انشاءالله محبتشون زیاد میشود، هم محبتشون به همین زبان زیاد میشود، هم محبتشون به این سرزمین زیاد میشود، هم محبتشون به دین اسلام زیاد میشود. برای اون که سخن پوچ نگیم، به دلیل سخن نگفته باشیم، از همین گیاه یک شعرش میخونم در وصف اسلام است، بعد انشاءالله به همین صحبتی خود حسن اختتام بخشم. گیاه میگه بینگر که آب جوی چی مستانه می رود، در خود یگانه از همه بیگانه می رود. ابتدای اسلام گفته است که در ابتدا اسلام مثل یک جوبارک بود، در میان همه ای بیابانهای بی آب، بیابانهای رگزار و همین آب جوبارک نگاه که میگه چقدر مستانه می رود، پروای چیزی نداره، پروای کسی نداره، راه مستقیم اختیار کرده است، راست به سوی الله رفته است. در راه او بهار پریخانه آفرید، نرگس دمید، لاله دمید، سمن دمید، گل جلوه داد و گفت یکی پیش ما بایست، خندید غنچه و سری دامان او کشید. در راه میگه در لب جوبار سبزه ها دمیدن، گل ها برمدن، هر کدومش طرف خود جلب میکنه جوباره که جوبار راست نره، ایس بیا ایس میلان که کم طرف ما بگرد، این دنیا هم زیبایی داره، بسوی دنیا میل که ناآشنای جلوه فروشان سبز پوش، صحرا برید و سینه کوه و کمر درید. اما این جوی از راه مستقیمش منحرف نشید، پروای جلوه نه گل کرده، نه بلبل، نه پروای پادشاه کرده، نه وزیر و زیمامدارای این دین بزرگ بالای تختی روان نشیشتن، بلکه بالای منبر برآمدن، مردم تعلیم دادن، مردم آگاه ساختن، وضع نصیحت کردن. زی بحری بیکرانه چی مستانه می رود، در خود یگانه از همه بیگانه می رود. و همه جوبار میگه گیاته به بحر مبدل شید، این دیگه جوبار نیست، این بحر و این بحری دمان، بحری موجزن همون رخش ادامه داده و رفته است به سرعت. صد کوه و دشت مرغ بیابان و باغ و راغ، گفتند ای بسیط زمین با تو سازگار، ما را که راه از تنکابی نبرده ایم، از دست بردی ریگ بیابان نگاه دار. دیگر جوبارها و دیگر کانال‌هایی که آسته باطلاق شده بودند یا که در زیر خاک موندن، التجا کردند که ای بحر صاف و مصفا، ما را در آغوشت بگی که نابود بشه، از دست بردی ریگ بیابان نگه مو بدار که این ریگ بیابان آسته آب منخش کرده است. دین‌های دیگر، دین یهودی، دین نصرانی، اهل کتاب که آیسته آدما و نفراشون از دست داده استیان، مردم اتئیست شدن، از دسته استبداد این بدبختا را رو به سوی اسلام کردن که ما را صاحب عقیده کن. کم هم عقیداتت پیش ما هم پرتو که استفاده ببریم، هلاک میشیم، همه مردم از دست ما میروه. در بر کشیده هم سفرانی زبون زار،
وا کرده سینه را به هوای شرق غرب، در بر کشیده هم سفرانی زبون و زار. زی بحر بیکرانه چی مستانه می رود، با 100,000 گوهر یک دانه می رود. و این اسلام میگه بخیلی نکرد. بعض ایده و عقیده های اسلام با همون دیگران سرایت کرده است. امروز این بدبختا را ببینه، برای آن که نجات بیابند، برای آن که مردم اتئیست نشوند، با کلگی تسلیس اونا را دیگه کسی باور نمیکنه. واقعی یک افسانه را گفتیم به نام تسلیس سویتای ترویتسا. با بعض تشکیلات های نو کردن با استفاده از عقاید مسلمان ها، مثل سویدتل царство و ایگاوا که او نه صلیب قبول داره نه سویتای ترویتسا را قبول داره، از عقیده های مسلمان ها عبرت گرفته و موافق همو عمل کرده استیم. پس این اسلام سزاوار تمام چیز است. الحمدلله و یقین دارم که عاقبت تمام دنیا اسلام است، مسلمان است، مسلمانی است. و اگر ما امروز چند با سنت پاک حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم بزنیم، هرچی که او حضرت برای ما آورده است به دست بگیریم، از هر کاری که ما را نهی کرده است نفس های خودمون باز بداریم، همون سیادت و قیادتی را که خدای تعالی از برای پیشگذشته های ما، از برای قرون مشهود و خیر و امثال اونا که مدت 6-7 عصر در تمام تاریخ بشر عالمتر، با تمدنتر، صاحب فراستتر، آبادتر از ممالک اسلامی یگان مملکت در روی دنیا نبود. انشاءالله همون سیادت و قیادت خدای تعالی باز برای ما ارزانی می‌دارد و انشاءالله ما امید داریم از این. زیرا که وقتی که مسجدها را می‌بینیم، زیرا محفل‌ها را می‌بینیم که اکثر جوانای تشکیل میکنن که چشماشو میدرخشه، چشما میدرخشه، همین درخشیدن چشم اشاره به زیرکی آدم میکنه، اشاره به اون میکنه که انشاءالله در همه قلبش سخن اثر کرده است. پس ما از رحمت خدای بزرگ هرگز ناامید نیستیم. ناامید شدن از رحمت پروردگار کفر است، همچنانه که نترسیدن از غضب خدا کفر است. از همین خاطر دعا میکنم که پروردگار صحبت مونه مؤثر بگردونه و پروردگار چنین صحبت نشست‌هایی را که باعث بیدار شدن شعور مسلمانان، باعث کشاده شدن چشمای مسلمانان، باعث درخشیدن چشمای جوانان میگردد در جامعه زیاد گرداند و پروردگار مساعدت فرماید که ما قهرمانای این ملت شناسیم، قهرمانای این ملت دانیم. تا زمانی که ما از قهرمانای خارجی عبرت میگیریم، برای ما را کومیر مردم خارج هستند، هیچ وقت ما نجات نمییابیم. پس جای الکساندر نفسکی بگذار که جوانای ما از خالد ابن ولید آگاه شوند، جای دمیتری دونسکوی بگذار که جوانای ما قعقاع ابن عمرو شناس شوند، جای نمیدونم الکساندرها و نیکلایها این مردم بخوانند که الحمدلله ما عمرها داشتیم، ابوبکرها داشتیم، عثمانها داشتیم، علیها داشتیم. مردم دنیا با بزرگای ما افتخار میکنن. افسوس صد افسوس که ما خود ما غافل هستیم. خدایا خداوند عاقبت کارمون به خیر انجام ده. پروردگارا این مجالس خیر مجالس با تأثیر گردان، نه از اون مجلس هایی که تأثیری ندارن بعدی خود چیزی باقی نمیگذارن. خدایا خداوند مساعدت فرما که توسط دعوت تبلیغ، توسط امر به معروف و نهی از منکر مردم چی بدن دین بزرگ اسلام درک کنند و پروردگارا توسط کوشش سعی تلاش جوان مردا اسلام عزیز در سراسر عالم منتشر گردان. خدایا خداوند او برادرای را که سببگار گذرانیدن چنین مجلس ها می شوند، سببگار آن می گردند که الحمدلله واعظان و قاریان آمده و در حضور اهل دیار، در حضور مسلمانای دیار نشسته و صحبت از خدا و از پیغمبر و از بزرگان دین مبین اسلام میکنند. او شخصایی که سعی تلاش به این کار انجام میدهند فردا روز قیامت پروردگارا همراه پیامبرانت، همراه صدیقان، همراه شهدا، همراه صالحین و همراه محبانشان حشر گردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق
وأنت خير الفاتحين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحال بلنگویا که در دستی حضرت استاد داملا سعید بیگ میدهیم و انشاءالله ای فیض صحبتش بهره‌ور میشویم. خواهش میکنم برادرها آرام بشید. ببینید خدای تعالی برای ما چه امکاناتی را فراهم آورده است. هوا گرم نیست، آفتاب نیست، بون یکنه که آفتاب هم پوشیده است که در تای آفتاب آب و عرق در گم نشین. از همین خاطر خواهش میکنم هر روز این خیلی شرایط امکانات برای ما میسر نمیگرده. انشاءالله اینجا دامله ها ششتگیان با نوبت کم کم صحبت میکنن، از صحبت چو فیض میبریم. همین تمام عمر ما با بیهودگویی و بیهوده گفتاری و بیهوده رفتاری میگذره. همین یک روز به خاطر خدا، به خاطر شنیدن کلام حق اگر صرف کنیم انشاءالله هیچ گم نمیشود. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. حضرت استاد مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضار این محفل، همدیاران عزیز و گرامی، خداوند ما و شما را هدایت به سوی راه راست کند. اکنون برادران گرامی و عزیز دیگر جای سخن نمانده است. راستش بسیار برادر دامالله سخنهای بهترینی گفتن که دیگر جای خالی نیست، چونکه در خیالم که دیگه از این زیاد گفته هم نمی شود. لیکن برای خاطر که امر مقدم بر آداب است، برادر گفتن یک حصه یک مقدار از حدیث که به مناسب این سخنهای داملا به سمع شما برسانیم که همه ما و شما شاید که یک روحی یا قوی غیبی بگیریم که برای همه ما و شما نفع باشد. عن ابی هریرة رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ان الله تبارک و تعالی یقول من عاد لی ولیا فآذنته بالحرب. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یکی از اشخاص صحابه‌های بهترین بزرگترین جناب رسول الله بودند. بسیار در صحبت رسول الله حضرت ابو هریره بود. این زاد میگن که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که حق سبحانه و تعالی می فرماید که این حدیث قدسی هست. فرق بین حدیث قدسی آیه های کریمه همین است که آیت های قرآنی با واسطه حضرت جبریل و جناب رسول الله آمدن، اما حدیث قدسی به واسطه از جانب خدا و جناب رسول الله آمدن که جناب رسول الله گفتن که حق سبحانه و تعالی می فرماید که من عاد لی ولیا فآذنته بالحرب. کسی که ولی مرا اگر با او دشمنی ورزد من او را خبر میکنم به جنگ. یعنی هر مسلمانی که او باوری یقین به دین به اسلام به خدا دارد، خداوند پشتیبان او هست، هیچ وقت او خسته دل نشود. گرچنده که در عالم شنیدیم و شنیده ایستادیم، گذشت هنوز هست و بازم می شود. این یک ابتلای هست که خداوند بندگان خود را
بعضی وقتی خسته میشن مسلمان ها، یک حالتی که نمیفرش و میشود. این ابتلا برای بندگانش است، همچنان که ابتلا و آزمایش برای پیغمبر صحابه شده بود. چون که همه وقت خداوند در پشت و پناه بنده هاش است. ببینید که مسلمان چه مقدار قدر دارد. با یک کلمه که لا اله الا الله محمد رسول الله میگید که او را خداوند نگه میداره که با دشمنی خداوند خود حرب میکند، خود میجنگد. لیکن از این ما ولی را بفهمیم که ولی کی هستک. الولی هو قریب من الله بامتثال الاوامر و اجتناب نواهی. ولی کسی است که قریب به خدا هستد. قریب به خدا به چی می شود؟ امتثال الاوامر، بجای آوردن چیزهایی که خداوند فرموده است به واسطه رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم. چون که هر چی که رسول خدا گفتن او را از نزد خود نگفتن که این هو الا وحی یوحی. این چیزی که خداوند میگوید به جناب رسول الله اون یک وحی است که از جانب خدا به جناب رسول الله میرسد. و دیگر همین که اجتناب نواهی، مسلمان اصلش همین است که امتثال اوامر داشته باشد، چیزهایی که شرع شریف فرموده است بکند و چیزهایی که نه کرده است او را باید که از او یک طرف ایستد. پس این یک شرافیت و شرف برای هر مرد مسلمان است، خصوصا نوجوانانی که در این دیار ما امروز الحمدلله همچنان که دامنا گفتن همه رو به مساجد دارند، همه رو به مدرسه دارند، همه رو به شنیدن موعظه و گفتهایی که خدا و رسول با واسطه امروز واعظان مثل چنین دامناها به ما میرسد رو به این آوردن. این علامت همین است که مردم ما بسیار مردم نیکبختی برسند. شاید این مردمی باشند که در دیگر جاها نباشند. در واقع مردم ما که به سفر به خارج ها میرند، تحسین و مبارکبادی به این مردم ها میکنند. خصوصا امروز یک شما شنیده که در سمپوز می بود که وزیر اوقاف افغانستان گفت که دیگر جهانیان از راهبری این دولت پند بگیرند. این نیکبختی ما و شما هست که راهبری دولتی که از چنین حکومتی بود، در کدام تربیت بود، خداوند او را هدایت کرده به سوی خدمت کردن مردم، او را هدایت کردن به ایمان اسلام، او را هدایت کرد به دفاع از دین مذهب. این آثاری هست که مردم این دیار همه مسلمان هستند. چون که حدیث در این باره هست که کما تکونوا یولا علیکم، ای مردم شما خیلی که باشید بالای شما چین سردار می شود. از این معلوم است که امروز مدت چند سال میست که مردم ما کلان به سوی اسلام توجه دارد که خداوند سردار این مملکت را هم به سوی اسلام گردون، به سوی دفاع از دین اسلام گردون. این از شرف ما و شما مردم این سرزمین. دیگری که جناب رسول گفتن که خداوند میگه که ما تقرب الله عبدی احب مما افترضت علیه. بنده که به سوی خداوند به عملهای صالح، به کارهای خوب نزدیک می شود. این چیزی که فرضی که بالای هست به این قریب می شود، به خداوند به دیگر چیزا اینقدر قریب نمی شود. برای همین است برادران گرامی و عزیز که در هر جا و منزلی که باشید
اون چیزی که فرض بگردن ما و شما است، نماز است، روزه هست، خواه در بین مردم باشیم، خواه در غیر بین مردم باشیم، باید این کارا رو بکنیم که هر شخصی که در حالتی که غایب از مردم است این عملهای فرضی را انجام میدهد او جنتی هستد. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر کبیر. سوره ملک را که هر بیگه هر شب در نمازهای جماعت این قرائت می شود که در همین سوره خداوند میگه که کسانی که در حالت غایب از مردم هستند، در بین مردم نیستند، یا که موسی در کوه گوسفند بونی میکند، یا کشافیر هست یا تنها در یک جای هست که وقت عبادت او میشود نماز رو میخواند، او انسانی هست که او مشرف شده است با آمرزش گناه و خدا او را داخل جنت میکند. برای همین ما و شما باید که این نعمت را از دست ندهیم و در یک جایی باشیم پرستش خدا بکنیم، چونکه ما و شما میبینیم که در دنیا هم که باشد پادشاه هست، حکومت هست، حکومتداری هست، اما حکومتداری دنیا همین است که از کارگار ما و شما واقف می شود که او ما را ببینند. در بعضی موضع هست که او نه حکومت میبینش نه حکومتدارا، او چیکاری بکند انصاف او، اما ما و شما اصلا در تحت یک حکومت ما بسر میبریم، حیات میبریم که او حاکمی و پادشاه و خالق و با همه کار ما و شما آگاه هستند. در یک جایی که باشیم نباشیم عبادت خدا را بکنیم، خداوند ما و شما را میبیند و میداند، با او مکافات میدهد. نیکی حکومت دنیا داری باشه، اگر بینن ما و شما را مکافات میتین، خواه بد باش خواه نیک، حکومت الهی یک حکومتی هست که یک سیاستی هست که سیاست الهی، حکومت الهی یک سیاستی هست که